میگم بچه خاله چی؟ خدا او روزه نکنه اگه صاحب باغ مامانی کمد خب چلچله رو به تا باغ گیر کنه که به یک پشپیلی روزی دنیا رای میکنه. یک گپا تو نمیزنی مثل ما و تو و کاکا نیکومت 100 تا به کیسه ها از اونه. به کیسا کی؟ به کیسه ها همی منجوره. نه بابا های برار منو یک وقت خود شاقبر بود نفر به ایران میبرد تو یک گپا میزنی دور میتنه بگیره. همین چلچله همی چلچله زنکار میبرد یا مرتکار؟ فرق نمیکرد تو یک گپایی میزنی که من تعجب میکنم. من بزو خیلی دل جمعم تا به جایی که جا داری. من اگه بزو دل جمع نبودی حالا اینجا که من راحت میشیشتم. ای گم شد مچ من رد میدن که گفتیم الوار برین که صدا خشپش شد ازم رد ما غیب بر شد مرگ غیب اونی بیا ما کجایی تو ناگاه مرد تو دلبند بار بکندی چه کاره به کجا این بودی؟ از کینه یعنی اردویت تا شما باور کو به یک سرپی کختده نمیارسی. چرا چلچله جو چری اعصاب تو خرابه چه کاره چی گفته؟ گپ مف نزنی. چه کار بو شده گپ مف میزنی کال تور بهم جو بزنم اعصاب من خرابه. زد سر بود درخت میترسیدم. آخ یک وجبی من به تو دل جمعم. به کدو را تال خودی ما برفتین که شما رو بگیرفتن یا ناموفق بودین. به کدو را رفتی با کجا تو رای کردن که تو رو بگیرفتن تا حالت؟ مال به کوچه سبق به خود نبین میاد. این به گپ نمیفهمه تا سال به درد خب بگی. چه کار شد؟ همین که شما بجستین بیامدم هم تک صاحب باغ ندیدم. این تو رنگ رون برفته بود. هم هر جا سعی کردم دیدم دیگه جانیه که خور قایم کنم بالا دویدم به سر درخت. به سر درخت بود؟ به سر درخت بالا دویدم. خوب من نگفتم که صاحب باغ بیامد. هم تک بیامد قراره که به همینجا بشیش تا خوب وقتش بخیر خوب شد. هم تک آدم بالا درخت موش نکردم بفتادم من بالا بشکی موس. بشکی موس به کجا بود؟ میآوردی که میخوردم موسا. بیاوردی؟ آره آقا بیاوردم بریم ور داریم بخوریم. همون شکم ما دین اومده میگو. کوری آینجریه فقط شکمیو. حالا گپ یا اسکاد از کینه. خب دوش کشه که قصه داره. آن چلبی هم که دوش بیاوردی. کشه که قصه داری. هفته که بفتادم بالی عذیب ما اینا رو دیدم گفت مردوز ما تو بجسته خوب من هم قراره کرده بگرفتم وسکت و کوشای بهم تب غرق کرد. قایم کنی که میشه ببینم. بجست. گوش کشه بله، برای از کلوزو دیگه گلو پا کم کن. سعی کنین حالا بدیدین که ما آدم نامردی نیم به شما پولم بدادم. خیلی بینی به هر جایی که شما ری میکنم به شما پول میدم به قصه پول نباشین. ناموفق نه که یا شما رو ببینن یا بگیرن یا دیگه شه. خب حالا یکم میریم به خونه بیبی می بفهمیدین. من به جریانم هم مرغ دارم هم تخم مرغ هم همه چیز هسته. ماس بشکه ها ماس اینا همه امکانات ردیفه بفهمیدی هم هرچی به دستشون میه منطقه من خود شما نمیرم به این جگاه. ها شما ری میکنم اردی تا شما پولامو رو با کی بده؟ پولار من میدم دیگه عزیزم دیگه من به شما پول میدم وخزین دیگه وخزین از یه لو ما عقل نداریم. همیشه گپ تو میزنی دیگه وخزین تیار میکنم وخی بگیره گیره این باگه به دست نده پس بند بندو تابوجی بندو تابوجی بند کوشای هم بیاوردی خوب کار کردی ها خودم تو میزدی یک بوس که بمروز صورتی تو کو نشناخته ای بابا من خیال ما کمی تفیت جنگ روی برفته بود. بگیره بگیر دیگه وردو دیگه کی برده؟ وردو دیگه تو بگیر من تو بس یه وردو بدم بتنم کولکش اومدم منم.
تخمر ماسا ماسا تو بیا اینجا کار همیتا مرغای همیتا مرغا سفید تو چرا خود به دک زدی؟ چون که بشه بفهم چون تو چی دیگه چی کردیشتی؟ مرگم چی خبر داشتم؟ دیگه سیاله میبینیم جگاه پیش نرو بابا نکن دیگه خدا تو به خیر خوشی بزیر یک مرگی بگیره من چرا خود به دیگه میزنی؟ چی خبر دو سر پا ماما باسکل کردن ما باید مشابهت رو برداریم بباره از اینو کرده مرغ بباره مرغ بباره ماسا کجایه؟ تخم مرغ کجایه؟ ماست نیه تریک پریک نکو بگم پلو دیونه مرتو تو کو ماست نیه بیا کباری میشگم نیه تازه خود چیو سیکو اینا برای اینجا بنام کرده برای اینجا بنام کرده می تاختی تخمات نیه نه بیا کباری اون مرغا خوبی از این مرغا برده همون مرغا بولی بیتر دست خیلی نری ماست نیه اینم پرته دون چی؟ خب باشید جرم نباری میشه مرغا ما بزار کن ماست نیه اصلا تخمه هم نیه نکو به درد نمیخوره بیا هسته بیا بده یا کته بگی
اینو اشتا سنگینه. نکش جلوش جلوش